خدایا در میان فرزندان ما فرزندی نگذار که ما را برنجاند. الها فرزندانی که ما از عمر خودمان، از جان خودمان، از مال خودمان، از عزت خودمان، از راحتی خودمان، از استراحت خودمان بر اونها مایه میذاریم. پروردگارا اون فرزندان ما را پروردگارا به گونه‌ای بساز که چشم ما را نورانی کنند، قلب ما را آرام کنند، با دیدن اونها، با عبادت اونها، با نماز خواندن اونها، با تلاوت اونها، با دعای اونها دل ما آرام بشه و چشم ما نورانی بشود. خدایا اولاد من را به تو می سپاریم، دل اونها را، نگاه اونها را به تو می سپاریم. ربا به طرف خودت برگردان و اونها را متوجه حقایق دینی قرار بده و بعد از ما در نبودن ما برای ما